با همه او دستوراتی که از جانب خدا داریم، از جانب پیغمبر من داریم، سیرت جناب پیغمبر انشاءالله عمل میکنیم. این نظر اسلام خواهان صلح و خواهان آبادی کشور با یک بار دیگه ما ثابت کنیم. ما میتونستیم یک کاغذی نمیدونم چند سانتی متر میتونستیم بکنیم پرتیمش مثل اخشام بکنیم، لیکن خیلی که استاد کبیری میگن از بی قانونی زندگی کردن یک قانونی بعد هم اطاعت کردن بهتر است از اون که بی قانون در بی قانونی زندگی کنیم. خیلی که یا بی قانونی زندگی میکنن غیر قانونی در ساعت 4 شب نمیدونم یک کس خواب شب پرونده رفته و خاطری که یک من کنه یک معرکه که مثلا برای خیری همین جامعه است خوب شفر رونده ان شاء الله که به خاطر ما هم ثواب گرفتیم که او را بعضو رویش کردن خسته سر بر وقت شاید که یگون نماز شانی خونده باشه فواید کلیک کرده ثواب شاید کم تر گرفته باشیم برای سحر خیزاندن او ان شاء الله که مثلا دیگر سخن از زیاد نمیکنم. هدف ما واخوری با جوانان با مسئولین حزب نهضت اسلام در منطقه کولا بود با رئیس محترم حزب نهضت اسلام استاد محیدین کبیری انشاءالله که ما انجامش میتیم به هر راهی که بخواد ما را راه را زیاد خدا نشان داده اگر دیگر سخن بسیار نمیکنم با کمال احترام سخن با استاد کبیری میتیم انشاءالله که با استاد جزئیات شهر میفهمونتون انشاءالله. مرحمت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام علی رسوله محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. برادران عزیز، مادران و خواهران گرامی، پیش از همه خداوند را شکر میگیم که ما را مشرف در همین روز در همین ساعت به دیدار شما گرداند و یکایک شما را به فرارسی جشن وحدت تبریک میگویم از نام خودم، از نام رهبریت حزب، اعضایان ریاست عالی و شورای سیاسی، این چنین از نام هیئت همراهان که ما را در این سفر همراهی دارند. دعا میکنیم که پروردگار کشور ما را همیشه در یک فضای صلح و آرامش در محیط همدیگر فهمی برادری نگه بدارد و همیشه نیت‌های ما را، قلب‌های ما را خالص برای خودش، برای وطن و ملت، برای صلح و وحدت آماده بسازد. اونه که امروز ملاقات ما و شما در دفتر حزب نهضت برگزار نشده است در خودش حکمت‌هایی دارد. اون دفتر هم خانه ما هست، خانه محمد شریف هم دفتر ما هست. هیچ مشکل ندارد. اگر خانه محمد شریف نمیشد من مطمئنم که ده ها برادران کلابی دیگر آماده بودند که منزلشون رو برای برگزاری این نشست در خدمت برادران و خواهران بگذارند. برای ما مهم قلب‌های مردم است، مهم اخلاص مردم است. سیاست‌ها، سیاستمداران، حکومت‌ها، حکومتداران اینها یک پدیده‌های موقتی هستند، می آیند می روند. نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیتش را 40 سال پیش در منزل‌های مثل همین شروع کرده بود. نهضت نه تالار داشت، نه کرسی داشت، نه وکیل داشت. یک گروه خردی از جوانان با فداکاری از خود گذشتن این حرکت را آغاز بخشیدند در عیناً در همین گونه شرایط و آب روی جایگاه نهضت رو در سطح بین المللی برداشتند. این حالت برای ما حالت بیگانه نیست. نهضت همه چیز رو دیده است. نهضت کرسی را هم دیده است، تالار را هم دیده است، زندان را هم دیده است، هجرت را هم دیده است. اکثر اعضایان نهضت اسلامی تاجیکستان مردم کوهستانند، مردم عادی هستند. زندگیشان بالای همین کرپاچه و گلیم زمین هست. اگر هر کسی بخواهد که ما را از کرسی بکشاند به بالای گلیم و کرپاچه، دانسته باشد که برای ما هر دوش برابر است. شاید که برکت و فضیلت این حالت ما و شما بهتر و خوبتر باشه. بنابر همین من این حالتی که امروز داریم برای خودم و برای شما این رو یک حالت بشارت میبینم. این حالتی هست که
در آن حکمت ها نهفته است. گاه چنین مناسبت ها و چنین رفتارها احتمال دارد و احتمال زیاد دارد که ما را خوش نمی آید، ناراحت میشیم. چرا در عرفه جشن وحدت همدیاران ما، برادران و خواهران ما که در حکومت هستند با ما صلح کردن چنین مناسبت را روا دیدند. نه تنها برای خودمان بلکه برای ملت و وطن ناراحت میشویم، ضیق میشویم. ولی خداوند عزوجل در قرآن مجید میفرماید استعیذ بالله عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. شما گاه یک کار را بد میبینید، نمیخواهید، برایتان ناراحت کننده است، نافارم است، ولی بدانید که در این کار شاید برای شما نیکی ها باشد، حکمت ها باشد. خداوند طبیعت بشر را خوب میداند و چون خودش خلق کرده است میداند که گاها به طبیعت بشر بعضی کارها، بعضی حالتها موافق نیست، ولی در همون کار خداوند باز برای بشر نیکی ها را نهفته است. من مطمئنم که همین کاری که امروز برای ما و شما در شهر کلاب شد، اگرچه غیر انتظار بود و یک کمی ناراحت کرد، ولی حتما در داخلش حکمت ها هست، خیرهای برای ما و شما نهفته است. وظیفه ما و شما این است که این مرحله ها را باید آرامانه، مدبرانه، همون طوری که خداوند در قرآن فرموده است، پیامبر اکرم در حدیث ها فرموده است، در سیرت خودش، در تاریخ خودش به ما نمونه نشان داد، از این امتحان ها بگذریم و اون حکمت و اون نیکی هایی که خداوند در داخل این کارها برای ما و شما نهفته است از آنها استفاده بریم و اون ثمره را بگیریم. یادمان نرود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جمع یارانش و بعد تابعین و هر کسی که با راه پیامبران رفت این روزها را از سر گذراندند. ما و شما اولین کسانی نیستیم که دچار این گونه حالتها شده باشیم. من دیروز در جلسه اجرایی حزب بود به برادران و خواهران در مرکز حزبم گفتم که نهضت وارد یک مرحله بسیار دشوار شده ایستاده است. این مرحله که ما و شما در آن قرار داریم انسان‌های را می‌طلبد که صاحب اراده‌اند، صاحب عقیده‌اند، استوار هستند در راه، چی مرد و چی زن. این مرحله انسان‌های ضعیف و سست اراده را نمی‌طلبد، نمی‌پرورد این گونه افراد را. اگر هر کسی از برادران و خواهران نزد خودش را بسنجد، با خودش صحبت کند، سوال و جواب کند، اگر بداند، درک کند که انسان همین مرحله هست، باید که آشکار بیاید پهلوی نهضت اسلامی تاجیکستان، پهلوی رهبریت قرار بگیرد. ولی اگر برادر یا خواهر فکر کند که نه، در این مرحله با کدام دلیل یا عذر نمیتواند در میدان باشد، عذر او قبول است. هیچ کس حق ندارد که او را سنگ بزند، منظورم ملامت کند، بگوید که فلانی راه را نیم کرد و دست کشید. چون خداوند انسانها را هر گونه آفریده است و به یک جسارت داده است، به یک کمتر داده است. این مرحله امتحان است. انشاءالله که من باور دارم به زودی یک مرحله جدید، مرحله پر از شرف و سربلندی فرا خواهد رسید. اصلا در این نباید شک کرد، چون همه گونه شک و تردید در راه انسان را به ضعف میکشاند، به دودیلگی میکشاند. اگر استادان ما و شما در اولین امتحان از راه میگشتند، نهضت تا به این مرحله نمیرسید. استاد را زندانی کردند، استاد را تهمت کردند،
و یارانش رو زندانی کردند. بالاخره یک ملت رو به مهاجرت کشیدند. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه باز هم سربلندی نهضت و مسلمان ها، خواری و ذلت دشمنان ملت، دشمنان اسلام و بالاخره فرهنگ ملی و اون ذکاوت ملت بالا گرفت و طرف‌ها به صلح رسیدند و امروز می‌بینیم که الحمدلله در تاجیکستان ما یک آرامی و صلح و ثبات طنین انداز است. البته دشمن مکر و کیدش خیلی زیاد است. همیشه در فکر برهم زدن این صلح و آرامش است. متاسفانه گاه‌ها فرزندان این ملت، برادران ما و شما خواسته یا ناخواسته به این توطئه‌ها داده می‌شوند. فریب دشمنان را می‌خورند. فریب دشمنان ملت و صلح و وحدت را می‌خورند. وگرنه یگان دوست ملت، کسی که دلش به این ملت کمترین سوزش را دارد، در عرفه جشن وحدت به هموطن خودش، به هم ملت خودش چی رسد به یک طرف صلح، حتی به یک انسان عادی چنین مناسبت رو روا نمی‌بیند. ولی وقتی ببینیم که در عرفه صلح به جای آنکه یکدیگر رو تبریک کنیم، یکدیگر رو مبارکباد کنیم و نشان دهیم به دوست و دشمن در داخل و خارج که ملت تاجیک متحد است، با هم هست، بعضی از مسئولین، بعضی از افراد دست به اقدام‌های میزنند که میخواهند این صلح و وحدت رو از بین ببرند و ملت رو بار دیگر بکشانند به خونریزی. من فکر میکنم که نه همه مسئولین در دولت و در حکومت به این نظر موافقند، یعنی به این توطئه داده میشوند. ولی متاسفانه اون یک گروه خرد که خیلی هم شمارهشون کم هست، حالا قدرت دارند، توانستند فکر اکثریت مسئولین رو به همین سمت بکشانند. البته دلم میخواهد که ساعتها و حتی روزها با شما باشیم، با هم صحبت کنیم، سوال و جواب کنیم، درباره صلح و وحدت گپ زنیم، درباره برنامه‌های حزب گپ زنیم. ولی اون شرایطی که امروز پیش آمد ما را مجبور میکنه که برنامه‌هامون رو یک کمی مختصر کنیم و کوتاه‌تر کنیم. انشاءالله که من حاضر با رئیس شهر کلاب هم جناب رحمانوف ملاقات داشتم و وضعیت رو به ایشان گفتیم. اون کس هم گفتند که حتما در صورت اگر ما در آینده نزدیک نتوانیم در قرارگاه حزب این ملاقات رو برگزار کنیم، با یک مراجعت رسمی این مسئله حل خود را پیدا خواهد کرد و در یگان تالار یا در یگان جای این ملاقات ما دور دیومش، قسم دیومش برگزار خواهد شد. این قسم اولی ملاقاتمون هست. البته به اون درجه ساده هم نیستیم که به هر چیزی که دیگر میگویند باور کنیم، ولی وعده دادن ما باید همیشه خوشبین باشیم، حداقل باور کنیم که به وعدهشون وفا خواهند کرد. ولی اگر باز هم به وعدهشون وفا نکردند، این از ما هیچ چیز را کم نخواهد کرد. ما طبق قانون، طبق فرهنگ سیاسی رفتار خواهیم کرد و دین ما، عقیده ما این راه رو برای ما نشان داده است: آرامی، ثبات، برادری، همدیگر فهمی. اون برادران و خواهرانی که امروز میخواهند به هر راه و وسیله خلل وارد کنند، اونها معذورند. یا از بیسوادی است، یا از ناگاهی است، یا بازیچه دست دیگران قرار گرفتن است. ولی ما و شما هیچ عذر نداریم. ما که دعوای آن رو داریم که ما یک انسان‌های آگاه هستیم، ملت دوست هستیم، وطن دوست هستیم، نباید برابر دیگران شویم. ما وقتی که درباره صلح گپ بزنیم باید صلح رو خودمون ویران نکنیم. درباره وحدت گپ میزنیم خودمون وحدت رو از بین نبریم. خداوند میگوید لما تقولون ما لا تفعلون. به مسلمانان مراجعت میکند. استعیذ بالله میگوید چرا شما حرفهای رو میگویید که خودتون به آن عمل نمیکنید. انسانی اگر درباره صلح و وحدت گپ میزند نباید خودش ویران کننده صلح و وحدت باشد، چه ما باشیم چه حکومت. امروزها 10 نفر شعار صلح و وحدت میپرتویند،
ولی میبینیم که صلح و وحدت رو با عملهایشون از بین برده ایستادن. من خیلی خوشم آمد، واقعا از مردم کلاب راضی بودم، راضی هستم و انشالله تا روز قیامت راضی خواهم ماند. مردم جسور، مردم غیور، مردم دلصاف و آشکارگو، با هیچ کسی دوریگی نکرده است و نخواهد کرد. وقتی که حاضر برادران به من قصه را گفتن که یکی وقتی آمادگی دیدن به این سفر ما و ملاقات ما، یکی از ساکنان این شهر را به هر راه و وسیله فشار آوردن، از وضعیت دشوار اقتصادی و اجتماعیش خواستن استفاده کنند که علیه نهضت و رهبریت آن اقدام را انجام بدهد. مثل خواهرانی که در اینجا مغل کرده ایستادن، این بیچاره معذورن، اینا نباید ما نسبت اینا یگان فکر بد داشته باشیم. این بیچاره آگاهی ندارد، فریبش کردن. اون برادر کلابی را هم به دستش تخم و پمیدار و باز اشیای دیگر را دادن که هنگام فرود آمدن یا ملاقات ما علیه رهبریت نهضت استفاده کند. ولی ببینید که ناموس تاجیکی، ناموس مسلمانی و کلابی بودنش را اثبات کرده است. گفته است که درست است که من یک آدمی در این شب و روز چندان خوبی نیستم، از من استفاده کرده ایستادن، ولی اون ناموس کلابی و تاجیکی و مسلمانی هم اجازت نمیدهد که این کار را بکنم. نه تنها نکرده است، بلکه نام و مقام و منصب کسانی که او را به این توطیه تله کردنی شدند، اونها را به دوستان هم گفته است. یعنی کلابی این برادر است، نه اون مسئولی که او را مجبور کرده است به این عملی پست. اون کسی که این هموطنی ما را، برادری ما را به این کار تله کرده است، نه کلابی است، نه تاجیک است، نه مسلمان. درست است که او کلمه شهادت رو به زبان میراند، درست است که پاسپورت تاجیکی دارد، شاید که حتی زاده همین منطقه هم باشد، ولی در وی از این سه خصلت یگان تاش وجود ندارد. برعکس همون برادری که محتاج است امروز، کمبودی دارد، حتی گفته است که من کم کم متاسفانه می نوشم ولی مسلمانم. ببینید که یک انسان را، یک مسلمان واقعی را، حتی در حالتی که خودش گناه خودش را میداند، باز ناموس اسلامی و تاجیکی و وطنداریش مجبور میکند که از چنین جنایتی پست دست بکشد. ما با این گونه مردم فخر میکنیم، با این گونه مردم سر و کار خواهیم داشت انشاءالله در آینده. من باور دارم که آینده ملت ما، آینده کشور ما، آینده دین و فرهنگ ما از همین گونه انسان‌های پاک سریشت وابستگی دارد، نه از اون مسئولانی که منصب دارند، وظیفه دارند. امروز فقط در فکری تمدید کردن و بقای حاکمیت هستند، کرسی هستند، آماده هستند که از همه وسیله‌های قانونی و غیر قانونی، شرعی و غیر شرعی استفاده کنند. البته این عذر نیست، منصب، مقام برای هیچ کس عذر شده نمیتواند، ولی باز هم بگویم که این برادران چون غیر از منصب دیگر یگان سرمایه ندارند، این رو هم همچون عذر آنها قبول کنیم. ولی ما و شما برادران و خواهران عزیز هیچ عذری نداریم که با رفتارهای خودمون به این پروکاسیون ها داده شویم. نهضت اسلامی تاجیکستان صبر کرده است و در آینده هم صبر خواهد کرد و فکر نکنند که با این کارهایشان صبر ما رو امتحان میکنند و روز میرسد که نهضتی ها به یگان فتنه داده شوند. مطمئن باشند نهضتی ها به یگان فتنه داده نمیشوند و نمیتوانند ما رو از این حالت صبورانه خودمون بیرون کنند. شاید اون کسی که در ما رو امروز محکم کرد و میدانست که 150-200 نفر حداقل می آید، حالا که ما دیدیم که بیشتر آمده است و حتی در همین منزل هم حوالی هم شماره خیلی زیاد است. اونا شاید فکر میکردن که حاضر نهضتی ها رو ما نموندیم این ملاقات رو انجام بدین، 4 تا خانوم یا بدمست رو در اینجا وارد قضیه میکنیم، با سنگ یا با پمیدار میزنند. شاید نهضتی ها هم که همه تاجیک و مسلمان مردم کوهستانی خونی گرم
ممکن عصبی کسی داشت ندهد و جواب بگوید، حقارت کند، یک دغلی کند یا خدای نکرده به سنگزنی آنها با سنگ جواب بگوید. این را پرونده میکنند، دلیل میکنند برای استفاده بردن علیه نهضت. ولی یادمون نرود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در حالت عبادت بالای سرش اشکمبه اشتر رو چپه کردند با تمام اون افلاسی و بدبویی هایش و میخواستند به مردم نشان بدهند که ببینید شما میگید این پیامبر است، ولی چی رفتار از خود نشان داد؟ عصبانی شد، به احساسات داده شد، عبادتش را ترک کرد و مثل ما انسان‌های عادی رفتار کرد. ولی پیامبر اکرم دیگر خیر رفتار کردند. عبادتشون را دوام دادند، با صبر و تحمل و مناسبت نیک علیه مشرکان مکه جواب دادند. مشرکان مکه کی بودند؟ برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آدمان بیگانه نبودند. از قوم خودش، از قبیله خودش و یک قسم زیاد کسانی که علیه پیامبر صلوات الله علیه عمل میکردند از خانواده خودش بودند، از خویش و تبارش بودند. و اون کسانی که امروز علیه ما این توطئه ها رو کرده ایستادند از بدنه همین ملت هستند، زادگان همین دیار هستند. اونها نفران بیگانه نیستند، تاجیکند، مسلمانند. ولی مثل زمان پیامبر این فتنه ها رو کرده ایستادند تا اینکه ما را از این حالت خودمون بیرون برارند و بعد به مردم نشان بدهند که نهضت اسلامی تاجیکستان، مسلمان ها، اسلامگراها میگویند که مکتب ما مکتب صبر و تحمل است. ببینید اینا چیکار کرده ایستادند. جنایت آنها پوشیده میماند، ولی کمترین کمبودی ما و شما بهانه میگردد، دلیل میشود برای استفاده علیه خود ما و شما. امروز زدن و کفتن و زندانی کردن یک مسلمان یا یک اسلامگرا جنایت حساب نمی شود، ولی جواب دادن یک مسلمان جنایت است. بنابر همین من از همه برادران و خواهران خواهش میکنم که آرامی و صلح و ثبات را همیشه رعایت کنند. استواری را از همه مهمش، استواری و ثبات را از دست ندید. وقتی که ما و شما باور داریم، اعتقاد داریم که راه ما درست است، در همه حالت این عبادت است، ثواب دارد، دیگر از چی نگرانیم؟ برای ما فرقش چیه که ما این جلسه مون در تالار نهضت میگذراندیم یا در خانه برادر محمد شریف؟ ثوابش همون ثواب، عبادت همون عبادت، نتیجهش همون نتیجه. برعکس شاید در اینجا گذراندن ما هم برای ما ثوابش بیشتر است، هم برای محمد شریف، هم برای خاندان محمد شریف. حتما این در تاریخ نهضت، در تاریخ تاجیکستان ثبت خواهد شد. این جلسه ما و شما جلسه عادی نخواهد بود، مطمئن باشید. در تاریخ نهضت، در تاریخ تاجیکستان، در تاریخ اسلام این جلسه ثبت می شود. برای همین موضوع من بعضی برادرایی که از دوشنبه زنگ زدن، اونا هم هوس خوردن که افسوس که ما در پهلوتون نیستیم که از این ثواب و فیض و برکت استفاده کنیم. گفتیم خب نصیبتون نکرده بود است. ثواب این نشست نصیب همین برادران کرده بود است، این خواهرانی که هستند، و خدا را شکر میگیم که ما هم در پهلوشون هستیم امروز. اگر ما و شما اعتقاد به این راه داریم، به درستی راه داریم، پس برای ما فرق نمیکند که در کجا هستیم، در کدام حالت هستیم. بالاخره رضای خداوند هدفی ما است، مقصدی ما است، به آن خواهیم رسید. صلح و ثبات و آرامش کشور هدفی ما است، به آن خواهیم رسید، از آن حفظ خواهیم کرد. بیهوده نیست که نهضت اسلامی تاجیکستان ماه ایون را ماه تقویت صلح و وحدت نام کرد. ما برنامه داریم برای تقویت صلح و وحدت. اگر دیگران در فکر تضعیف صلح و وحدت باشند، ما در فکر تقویت صلح و وحدتیم. یکی از برنامه‌های ما چی است؟ سینه‌های خود را، دل‌های خود را، قلب‌های خود را باز کردن برای هموطنان.
ما به نهضت، به مسئولین نهضت سپارش دادیم که بیروند خانه علمای تاجیکستان، حتی کسانی که علیه ما صحبت میکنند، بیروند دفتر کاری مسئولین حکومت صحبت کنند، آرامانه آشکار صحبت کنند، گپ زنند. مثلا همین حاضر ما وقتی دیدیم که دفتر حزب را بستن، رفتیم اداره رئیس شهر ملاقات کردیم. چی بدی داشت؟ هیچ. برعکس بسیار کار خوب شد. فهموندیم که ما کی هستیم، برای چی آمدیم، و اگر بر میگشتیم و میرفتیم شاید میگفتن که آمدن دیدن که در حزب بسته است، با یگان فکری منفی با قهر و غضب برگشتن. ما گفتیم نه، ما قهر و غضب نداریم. ناراحت میشویم ولی ناراحت از برادر خودمون هستیم، از هموطن خودمون هستیم. راه حل را پیدا باید کرد، با هم نشست، ولی موقع خود را استوارانه با صدای بلند در چارچوب قانون باید که به مسئولین رساند تا آنها بدانند که نه تنها ما از این کاری آنها ناراحت هستیم، خفه هستیم، بلکه دارند صلح و وحدت را ضعیف کرده ایستادند. مخالف سازشنامه صلح رفتار کرده ایستادند. این را باید که برادران و خواهران ما در حکومت بدانند، بشنوند و در فکر تحکیم و کمک صلح و وحدت باشند. این وطن وطنی هممون هست، کشوری هممون هست. یگان کس دعوا نکند که نسبت به دیگری حق بیشتر در این وطن دارد. هیچ کس گفته نمیتواند که پدر و بابای کی پیشتر به این وطن آمده است، به این کشور آمده است. پیش از ما حکومتداران زیاد بودند در این وطن. سلطان ها بود، امیرها بود، حاکمان بودند، خانها بودند، بعد کاتب تکه بود، رئیس شورا بود، پرزیدنت ها بودند و در آینده هم خواهند بود. از ما و شما نام میماند. تاریخ این همه را ثبت خواهد کرد که در دوران حکمرانی کی، کدام گروه، کدام قوم، کدام خانواده، کدام حزب این کشور در کدام شرایط بود، مناسبت با هموطنان چگونه بود. چرا ما امروز سنگ میزنیم عرب و عجم و ترک و مغول و منغیت و روس و تاتار را که نسبت ملت ما چنین کردند و چنان کردند. امروز کوشش میکنیم که عیب تاریخ را به دوش دیگران پرتویم. بله دیگران به عیب نبودند، ولی امروز کی ما را مجبور کرده است که علیه هموطن خودمان، هم ملت خودمان، هم دین خودمان چنین رفتار کنیم؟ مگر امریکایی‌ها مجبور کرده ایستادند؟ روس‌ها مجبور کرده ایستادند؟ منغیت و تاتار و عرب و افغان ما را مجبور کرده ایستاده است. اون کسی که این کارها را کرده ایستاده است دعوای تاجیکیت دارد، دعوای مسلمانی دارد. چرا ما تاریخ را گناهگار میکنیم؟ اگر در مصیبت‌های تاریخی ما دیگران گناهگارند، در مصیبت‌های امروزه ما، در این مشکل‌های امروزه ما کی گناهگار است؟ باز هم عرب، باز هم منغیت، باز هم روس و تاتار و افغان؟ نه برادران، خودمون گناهگاریم. تاجیک گناهگار است. در تاریخ هم تاجیک گناهگار بود، امروز هم تاجیک گناهگار است. اگر ما در گذشته هم وحدت می داشتیم، همدیگر فهمی می داشتیم، یگان اجنبی نمی توانست دولتداری ما را از بین ببرد. امروز هم اگر ما وحدت داشته باشیم، همدیگر فهمی داشته باشیم، هیچ کس نمی تواند این صلح و وحدت ما را خللدار کند. ولی افسوس، صد افسوس که صلح و وحدت داریم، ولی باز کسانی را هم داریم که این صلح و وحدت را خللدار میکنند، بازیچه دستی دیگران شدند. ولی در آخر بار دیگر شما را تبریک میگویم، هم برای استواریتان، هم برای صداقتتان، هم برای پشتیبانیتان از صلح و وحدت، از ننگ و ناموس، و آنه که پهلوی برادران و خواهران خودتان را مثل برادر محمد شریف و
عبدالصمد و ده ها برادران و خواهرانی که دیگر نام نمیگیرم، ولی از اول تا امروز بودند، هستند و انشاءالله خواهند ماند. پهلوی اینها را خالی نمیمونید و نشان میدهید که این راه صاحب دارد، این امانت صاحب دارد و انشاءالله که در آینده به دست انسان‌های امین و امانت نگهدار سپرده خواهد شد. همه شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا اومدین همه مهمانان را و برادران را، استادا را که بسیار مشکل است که در نزد شما سخنم بگیم و سوالم بدیم. حالا گفتید که مقصد در این راه که هستیم باید فعالیت کنین. البته فعالیت بسیار با راهبری شما و با سخنهای شما و با اون برنامه‌ای که داریم بسیار صبر و تحمل و دیگر واسطه که هست پیش بریم. البته ما هم پیش گرفتیم در ناحیه دنقره، ولیکن باعث همه این گونه برنامه ها حکومت نمیخواهد که با ما مقصد هم کاری کند. نمیدونم از کام لحاظ باشد، خیلی دیگه لحاظی که هست که چی را و همین را گفتنیم که ما چگونه بتوانیم که با اونها مقصد همکاری بکنیم. از طریق که مثال میگیریم با صبری و تحملی که گفتیم، مثال میگیریم و خیلی با صبر و تحمل و با سخنان نیک که وقتی میخوایم با اون صحبت کنیم، حتی کمال و وقتی میبینن راهبر همون ناحیه وقتی هر کاری میخواد که مثلا پیش بدور از صحبت کند، میشنود که اومده است در همون تولر میگه کارش بود کنید بگرده برات. دیگه نمیخواد که حتی صحبت کند، هر راهبری نباشه. حتی همون یک رشدی که در چون مثلا چیکار در همون نزد حکومت دیگه صحبت ها میخوایم وقتی که با امروی اون مقصد صحبت کنیم، هر لحاظی که وقتی که باشن میگیم با اونها میفهمونیم. چی از لحاظی که نه مثلا در رو بستن با سببی مثال میگیریم نالاک باشد چیزی باشد، وقتی ما هم خواستن که بگیرن همون از دستمون همون تاخ کاری را و رفتیم صحبت کردیم، میفهمن پایانی درک میکنن و که همون لایقت ندارن که به بالا برسونن و بالاش هم قبول ندارن که با ما همکاری کنن. همین رو از شما خواهش داریم که چی طریق چی مقصد روش که کنیم که مردم فعالیت وقتی از بالا مثال طلب میکنن که یک خصوصا مثال میگیریم اساسی فعالیت پیشرفتی حزب یکی مقصد شامل کردن به حزب و دوم همین حق عضویت جمع کردن است. همین رو مثال میگیریم تا چند ضعیف شده است. ما میخوایم از بالا و از برادران و استادان گرامی که با ما یک راه و یک روش نشان بدن که تا که همین فعالیت پیش بریم. اگر یک سوال دیگه هم باشد یک باره برادران. اولا که خوش آمدین برادران، رئیس محترم، برادران اعضای ریاست عالی و بعدها یک سوال داریم نسبت جلسه که در 40 سالگی حزب رئیس محترم رئیس یک وعده و یک مقصد پیشنهاد در مورد داشتن که اگر خدا خواهد در 45 سالگی حزب مقصد یک جای بهتر خوبتر در میگذاریم، چون که از بین یک سال گذشته است میبینیم که وضعیت روز به روز بدتر شده است. انشالله که بهتر جا است اینجا، نه که وضعیت یعنی بدتر شده است. امیره در مدت یک سالی که از وعده گذشته است چی بهبود و چی مقصد چیزا شده که در آن درونده راهو. بنده از اعضای حزب نهضت اسلامی ناحیه دنقره قشلاق سیبستان یک سوال مهم درباره همین حقوق‌های هر یک نهضت اعضای حزب باید حقوق و مثال چیزی خیلی بدونه، قانون مثال چیزا را بدونه. همه یگان قانونی هست که درباره مثال نام 40 هم صورت ریشدار داده، پاسپورت باید صورت ریشدار بزنن. همه یگان حقوقی هست که ما همه چی کنه اجازه چند سالگی درباره همین ریش کی مقصد در شناسنامه باید بزنی. هم وکیل پارلمان شده در پارلمان هستیم و همین خاطر سوال دادم که همین حقوق چیزای خودمون رو بفهمیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد حضرت سوالش نشنیدیم، ما بود سوال مورد داشته پیشکی. انا خیلی ما میدونیم که فشارها بالای نهضت زیاد روز روز خدای نکرده اگر با بسته شدن نهضت در ناحیه‌ها و در شهرها مثل سر کنن اقدام نهضت رهبریت چی میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدین. ям намедонам ки савол бигем ё ки пешниҳод ё ки ба фикрам ки нигаронӣ барои ба боло расонидан мо аввало мешнавидем ки дар ноҳияи сӯхт худкишӣ бисёртар хеле мушоҳида мешуд ва дар расонаҳо буданда ҳоз дар ҳамин минтақаи мо хусусан кӯлоб ҳамин масъала бештар шудагай. як муомилаи оддитарин бо падару модар мебинӣ ки вай фарзанди мисол мактабе мерава як дору мехӯрад ё ки хиша мебинӣ ки дорда мекаша. хелам як кори аст ки дар мо набудӣ. аз куҷо омадам даври ҳазрати сулаймон дар ҷино омадан ҳамаро вайрон кардан. инҷам хеле шидист чӣ гапе ки ба ҳар рӯ як расонидан дар кор ҳамин масъалара ки дар мо хеле нанг аст ки як фарзанд бо падараш суҳбат мекунад як гапи камтар пастбаланда мисол меравад дору мехӯрад ё хиша бай мекунад. ин чанд танқил шудагӣ. اگر اجازت باشد همین قسمت صحبت ها را کنیم. اگر با بسیار لازم باشد دوام میتیم، اگر نه کافی باشد جمع بس میتیم. خب برادرمون از ناحیه دنغره سوال دادن که ما کو طبق گفتن سیاست نهضت صبر و تحمل پیشه کردیم و ادامه خواهیم داد، ولی مسئولین دولتی مقامات همکاری نمیکنن. اونها پرهیز میکنن از گفتگو، از ملاقات. چی باید کرد؟ ما ببینید این وضعیتی که شما داره در دنغره تنها خود شما نیست، در تمام کشور همین است و شما فکر نکنید که با رهبریت حزب این کار نمیشود یا نیست. درست است که ما همچون وکیل یا رئیس حزب در یک سطح معین گفتگو داریم، همکاری داریم، ولی من شخصا خودم چندین مراتبه مراجعت کردم خطی شفاهی برای گفتگو و ملاقات ها با مسئولین گوناگون، جواب نمیتیم و در سطح ولایت هم همین است، در سطح ناحیه هم همین است. اصلا روند مکالمه در کشور به حد نهایی خودش رسیده است، یعنی در ضعفش. من نمیگم که عموما از بین رفته است، ولی مکالمه در یک سطح خیلی پست است که در حال کندن هست. دیگر طرف دیگر برای گفتگو مکالمه وجود ندارد. دلیلش میتواند یک چیز باشد، ضعف منطقی. طرف قوی از گفتگو نمیترسد. اگر با اصطلاح رزبارچیکا بگیم، آدمی قوی میگه اگر بگیم هم رزبار هم مکالمه است، گفتگو است، حل کردن مسئله است با یک اسلوب دیگر. و طرف قوی میگه مرحمت بیاید بشینیم صحبت میکنیم، من دلیل دارم، گپ دارم، منطق دارم، حق به طرف من است. و طرف دیگر که نه دلیل دارد نه حق در طرفش است، از گفتگو میگریزد، فقط یک وسیله دارند که از آن استفاده میشه. چون امروز حکومت هست، قدرت هست، مثلا پلیسیا و امنیت و همه این نیروها در اختیارشون هست. از این نیروهای مردمی که مال دولت هم، مال یگان شخص یگان حزب نیست، همون میلیشنیر هم و امنیت هم و پروکورور هم فرزندان همین ملتن، از حساب ملت معاش میگیرند، باید در خدمت ملت باشند. از این کارمندان دولتی، مقامات قدرتی از اینا استفاده کرده، یعنی از مقامات قدرتی استفاده کرده، بعضی سیاستمداران برای خودشون قلعه ساختند، در بین قرار گرفتند. اینا همچون دیوار قلعه در اطراف ایستادن و با هیچ کس صحبت نمیکنند، گفتگو نمیکنند و این را قدرت میدانند، این را توانمندی حساب میکنند. کسی که در داخل قلعه خود را پنهان کرد او قدرتمند نیست، او ضعیف است. آدم قدرتمند نیاز به این کارها ندارد. قدرتمند شمایید که در میدان هستید، آزاد با هم آماده هستید گفتگو کنید. رئیس یا معاون رئیس دنغره، رئیس دنغره یا هر کدام شما آماده هستید که برید با رئیس ناحیه‌تون صحبت کنید. آشکار شما نمیگریزید بلکه آنها میگریزند. من این حالت رو سببش رو در ضعف میبینم. متاسفانه ضعف دارم و این ضعف خود رو
با اون نهادهای قدرتی میخواهند همچون قدرت نشان بدهند، قوه نشان بدهند، ولی باطناً در داخل این ضعف است. و انشالله من باور دارم که همین سیاست ما دیر یا زود نتیجه خواهد داد. خب کجا میگریزند؟ تا کجا میگریزند؟ ما تاجیکستان هم بسیار خرد هست. بعد یک ملتی هستیم که فرهنگ ما اجازت نمیدهد که از یکدیگر بگریزیم. در مجلس و نخوردیم، در معرکه خیر خدایی و میخوریم، یک سلام علیک میکنیم. تا کجا میگریزیم از یکدیگر؟ ولی شما عذر اون مسئولین ناحیویتون را قبول کنید. باور کنید اونا آدمای بد نیستند، ولی علاج ندارند. چون دستور دارد که باید از شما بگریزد، با شما ملاقات نکند. روز اگر دستور شود یا حداقل مانعش نشوند، من باور دارم که همه اونها با شما سلام علیک خواهند کرد، صحبت خواهند کرد، چون اونا هم انسان هستند، نیاز به شما دارند و حتما این وضعیت تغییر خواهد کرد. اما درباره یک برادرمون درباره 40 سالگی سوال داد، گفت که شما در 40 سالگی گفتید که در 45 سالگی نهضت انشالله در یک جای بهتر خواهیم بود. حالا چند سالگی نهضت است؟ 41؟ خب تا 45 سالگی را چند سال مونده است؟ 4 سال دیگر است. اقلا در 44 و نیم سالگی، 44 سالگی هم نه، 6 ماه موندن به 45 سالگی سوال بودید. اگر منظور شما از این جمله من آن باشد که ما مجلسامون، جلسامون در یک تالار زیباتر و بهتر میگذرانیم، ولی جمله من معناش وسیع‌تر بود. برای یک مسلمان، برای یک مبارز، جای بهتر یا شرایطی بهتر حتما معنی تالاری بهتر رو ندارد. و این همین جلسه ما شرایطی بهتر است از تالاری، از دفتر حزبمان. شاید شما بگید که خب رئیس این گپا رو برای روح بلندکنی میگد. نه، این برای روح بلندکنی نیست، این واقعیت است که اگر این شرایط نباشد ما و شما خودمون را نمیشناسیم و خطرها را حس نمیکنیم، در کدام مرحله قرار گرفتن را درک نمیکنیم. منظور من از شرایط بهتر گذراندن جلسه 45 سالگی در یک جای بهتر وسیع‌تر است از اون که بعضی برادران میفهمند که در یک تالار بهتر. حالا که من باوری دارم که اون هم میشود، اون هم در داخلش هست، ولی شرایطی بهتر معناش اون است که ما قدرت و توانی بیشتر داریم، عقیده استوارتر داریم و شاید مثلا در 45 سالگی وقتی هیچ 45 ساله میشد ما جشن برگزار میکنیم، اصلا نتوانیم جشن برگزار کنیم. احتمال اینش هم هست، ولی معنی ندارد که شرایط ما یا خودی ما در یک حالت بدتر قرار داریم. اگر معادله های ما، حساب و کتاب ما مادی هست، تنها اطراف این دنیا هست، درست است. مردم بها میتونن میگن خب در سال مثلا 2000 شرایط نهضت دیگر بود، حالا دیگر شده است. 2006 دیگر بود، دیگر شده است. 2010 در یک شرایط دیگر بود، بهتر بود، حالا دیگر شده است. این حساب و کتاب مادی هست، دنیا هست، ظاهر هست. ولی اگر ما معادلمون، حساب و کتابمون معنوی باشد، عقیدتی باشد، ارزشی باشد، بهاگذاریمون دیگر می شود، فرق میکند. ما شرایط بهتر و بدتر رو دیگر خیلی قیاس میکنیم، جای مجلس بدتر و بهتر رو دیگر خیلی قیاس میکنیم. کدام از ما و شما زندانی شده است در همین حیات 40 45 50 سالش دستش بردارد؟ مثلا 5 سال 10 سال زندان شده است. هیچ کس. همین خیلی نیست؟ همون موی سرمون سفید شده است، غم زده، بسیار چهره همین تاجیکستان اکثرش میبینید میگو یگان مصیبت دارد. برای چی؟ برای ما عادت کردیم در معیارها و در بهاگذاری های دنیوی زندگی کردن، مادی زندگی کردن. نمیدونم کی تلویزیون ها رو تماشا میکند. یک ماه پیش استعفا است سابق سروزیر تونس
برادر علی عریز میگن از من حداقل 8 سال کلون است. من یک هفته پیش در قطر دیدمش، صحبت داشتیم، پرسیدم چند ساله، گفت که 57 ساله. بعد حساب کتاب کردیم، از من 7-8 سال کلون بود است. همراه عکس گرفتیم، یگان موی سرش سفید نیست، یک دانه هم سفید ندارد. گفتم رنگ میکنی؟ گفت نه من اصلا رنگ نمیکنم. چهرهش بسیار جوان، بسیار فکرش باز. همون تا این همین 1 سال پیشه، 1.5 سال پیشه 16 سال در زندان ادینوچکا بود. تنها شدگی بود 16 سال. تا از زندان برآمد سروزیر شد. اول وزیر داخله، بعد سروزیر. حاضر باز اونجا گفت و شنید بین احزاب شد، استعفا رفت و به کارهای استادی مشغول است. بعد گفتم که چرا این حالت این شادابی، روح بلندی، اصلا 57 میگوید جوان است، 16 سال عمرت هم در زندان تنها شیشتگی بود. گفت برای من فرقش چیه؟ من 16 سال در زندان بودم، قرآن میخوندم، کتاب مینوشتم، عبادت میکردم. گفت برای من بیرون زندانم یک بود و درون زندان فقط همین دشواری بود که فرزندامو کم میدیدم، اویلامو کمتر میدیدم، با خشت توار کمتر و میخوردم، ولی حالت روانی من از بیرون بهتر بود. برای همین من سلامتی من خوب است، حالت من خوب است. ببینید یک انسانی که نگاهش به زندگی نگاه الهی است، رحمانی است، قرآنی است، این خیلی مناسبت میکند به حالت خوب و بد. ولی اگر نگاه ما به زندگی به راه صرف مادی هست، مطمئن باشید که حال مردم هم دنبال چی است؟ مادی هست. مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی. این برادر روزی سوال داد که چرا خودکشی زیاد شده است. در کلاب خودکشی نبود، خبرها فقط از دیگر گوشه‌های تاجیکستان می آمد. درست میگن این کس. این همه نتیجه آن است که مردم گرفتار مشکلات روانی هستند. مردم به زندگی نگاه مادی دارند. وقتی میبیند که در خانهش دیگر فرزندش نان میگد، لباس ندارد، پدر و مادرش در یک حالت عصبانی هست، بالای اون کودک تاثیر میرساند. وقتی که تربیه درست نیست، نصیحت نیست، امر معروف نیست. شما مطمئن باشید از خانواده های مذهبی خودکشی کمتر است. یک بار آمار را بگیرید. در خانواده های مذهبی این حالت افسردگی روانی کمتر است، چون مردم با قرآن اونس میگیرند. مشکلی اقتصادی دارد، جوابش رو در قرآن پیدا میکند، در حدیث پیدا میکند، در تاریخ پیامبر پیدا میکند. مشکلی سیاسی دارد، رو میارد به قرآن، به تاریخ پیامبر، جوابش رو در اونجا پیدا میکند. ولی یک نفری که در محیط دنیوی، صرف دنیوی تربیت یافته است، از قرآن آگاه نیست، از حدیث آگاه نیست، نمیدوند با این مشکلی ها چگونه رفتار کند، چگونه مدیریت کند زندگیش را. دیروز یک دوستم یک لطیفه نقل کرد. گفت که یک همشهری ما در خارج میرد اپتیکا برای داروی عصب گرفتن. بعد او میگه که این دارویی که شما خواسته استودید بدون اجازت دکتر و ریسپت با مهر ما نمیتیم. اول حجت بیار، بعد داروی عصب میتیم. پاسپورتش دراز میکند، میگه بگیر، میگه که آخه پاسپورت است، ریسپت کی نیست. میگه در تمام دنیا همین پاسپورت تاجیکی برای کسری عصب ریسپت حساب میشود. از پاسپورت تاجیکی را دادید، دیگه این ریسپت کسری عصب است. باید که معنی چی را دارد؟ معنی را دارد که مردم در یک حالتی عصبانی قرار دارد. اکثریت برای همین خودکشی زیاد میشود. مردم چرا هجرت میکند؟ تنها مشکلات اقتصادی نیست، مردم از این واقعیتش میخواد بگریزد، برود یک جای دیگر. کسی هندوستان رفته باشد میداند که در هندوستان مردم خیلی، یک قسم مردم خیلی قشاقند. هندوستان دولتی بای است، قوی است، بیشتر از 1 میلیارد اهالی دارد. با تاجیکستان فقط برای ایرودروم نظامی تاجیکستان 60 میلیون دلار کمک به بازگشت کرد. 60 میلیون دلار دا برای ما ایرپورت ساخت. یعنی دولتی ضعیف این کارو نمیکند. ولی در هندوستان مردم قشاق و کمبغل به حد زیادند.
در همون تگ درخت خواب است، نه خانه دارد نه در دارد، یک لتر پیچونده است، زندگی خرسند دارد در همونجا با زن و بچهش، پروای دنیا ندارد، نه خودکشی است در او، نه یگان حالات دیگر است، نه هجرت است. چرا؟ برای آنکه محیطش آزاد است. هندوستان شرایط را با وجود آورده است که آدمی دانشمند با سواد زندگی خوب پیدا میکند. من بر این آدمی تنبل زندگی ندارد، اقتصادیاتش پیش نمی رود، او از خودش گیله دارد، بعد هم یک لتر در یک گرد درخت و بوتا می پیچوند، چون اونجا برف و زمستان نیست، هوا همیشه گرم است، همونجا زندگی کردن میگیرد، از هیچ کس شکایت نمی کند، عصبی نیست، برای که میداند که گناهکار خودش است. ولی در کشورهایی که مردم گناهکار خودشان را نه و طرف دیگر را میدانند، عصبانی میشوند، چون که آزادی اقتصادی نیست، آزادی سیاسی نیست، آزادی دینی نیست، مردم همیشه زیر فشار قرار دارند. من مطمئنم 80% مردم تاجیکستان اگر مشکلی تنها اقتصادی می داشتند عصبانی نمی شدند، اعتراض نمی کردند. اگر آزادی سیاسی می داشتند، آزادی دینی می داشتند، خب می گفتند مشکل نیست، چون مردم تاجیکستان مردم قناعت پیشه است. هممون اولاد و اجداد صوفیا هستیم. مردم ما اکثرش تصوف بود، زیر شعارهای یک تینان بلای جان، نیم تینان راحت جان تربیت شدگی ما. یا میگن خدا از این بد نکند. تاجیک پرسد چه حال داری، میگه خدا از این بد نکند. حالش بد هم باشد میگه خدا از این بد نکند. شکر. یعنی از حالش همیشه راضی است. به قدر این ملت این فرهنگ باید رسید. ولی وقتی که مردم در بالای فشار اقتصادیش با فشار سیاسی میارن، فشار فرهنگی میارن، دینی میارن، طبیعی است که مردم عصبانی میشود، بعد خودکشی میشود. من یک باره پیش از اون که به این سوال برادر درباره پاسپورت بارش جواب گیرن، به همون سوال شما هم جواب دادم که چرا خودکشی ها شد. من قسما جواب دادم، ولی ما یک چند قانون قبول کردیم درباره تربیت نسل نورس، از اون جمله مسئولیت پدر و مادران. مقصد و هدف حکومت بد نبود از قبول این قانون، یعنی حس کردن که فرزندان ما تربیت نادرست گرفته ایستادند، مسئولیت کمتر شده است، باید مسئولیت پدر و مادران را هم بیشتر کرد در برابر مسئولیت دولت. این معنی رو ندارد که جامعه و دولت مسئولیت خودشون را ساقط کردن، با دوش پدر و مادر موندن. ولی دیده ایستادیم که این قانون خوب با وارد کردن بعضی از معیارهای غلط نتیجه برعکس داد. به جای آنکه جوانان ما با تربیت شوند، بی تربیتی زیاد شد. به جای آنکه خودکشی بین نورسان کم شود، بیشتر شد. به جای آنکه جنایتکاری بین نورسان کم شود، بیشتر شد. اخیراً شما خبرها رو شنیدید که در دوشنبه هم جنگ بین مکتب‌ها شروع شد، کاردزنی شده است، یک جوان پسر هم کشته شد. مکتب بچه‌ها یکدیگر را با کارد میزنند. مقامات خواستند که پیش راهی جنایتکاری را بگیرن، افراطی شوی جوانان را بگیرن، گفتند که به مسجد نروید، در مسجد افراطگرا میشوید، بیادب میشوید، تندرو میشوید. پیش راهی مسجد را گرفتند، فکر کردند که این جوان وقت خالیش را در مکتب میگذراند، ولی جوان است. وقتی که شما یک در رو بستید، باید یک در دیگر رو باز کنید. مثلا اگر من میدونستم که کلوب های زیاد میشد، کلوب های اختراعکاری، کلوب های انژینری، زمان شوروی خوب بود یا بد بود، ده ها برای پیانیرها 10 تا کروژاک بود و هر جوان یک کروژاک ده اعضا بود، یا مهندس یا لیاچکی یا نوازندگی. اون وقتی خالیش رو در اونجا میگذراند، رسامی میآموخت. ولی کنی اون کروژاک ها ولی مشغولیت داشت، ورزشگاه میرفت، ورزش میکرد. در مسجد رو بستند، در دیسکو کلوب ها رو باز کردند، در اینترنت خانه ها رو باز کردند. جوان که مسجد نمیرود، وقتی خالیش رو در دیسکو کلوب و در پدول گذراند، او چی رو میآموزد؟ کارچزنی رو میآموزد، تحقیر رو میآموزد. و در این حالت عصبانیت طبیعی است که یا خودش رو میکشد یا یک جوان دیگر رو.
بنابر همین ما تصمیم گرفتیم وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک پیشنهاد کنیم به قانون مسئولیت پدر و مادران. دیروز من تیار کردم و انشاءالله که همین هفته آینده وارد مجلس خواهد شد. یک تغییرات بسیار خرد هست ولی انشاءالله نتیجهش برای تربیت نسل نورس خوب خواهد بود اگر حکومت قبول کند. ما در همون ماده 8 است به فکرم بند 14 گفتند که نورسان تا سن 18 حق ندارند در فعالیت اتحادیه های دینی شرکت کنند، یعنی در مسجد و در نماز شرکت کنند. ما تغییرات پیشنهاد کرده ایستادیم که در اونجا نوشته شود که تنها در ساعت‌های درسی طلبه درسش خواند، ولی در ساعت‌های بعدی درسی، روزهای تعطیل، روزهای عید او امکانیت داشته باشد که رود مسجد نصیحت گوش کند. مولا هیچ وقت در مسجد نمیگوید که رو کرچه زنی کن، به احترامی کن، میگه درست خوان، پدر و مادرت احترام کن، معلمت احترام کن. همین رو میتوان گفت که یگان قانون مخصوص درباره منع صورتگیری باریش نیست. صورت گرفته ایستادن، پاسپورت داده ایستادن و اکثر یارو دوستان رو من میدونم که با باریش صورت گرفتن. این عمل خودی مقامات محلی در همین منطقه است. من همچون وکیل میگویم که اون قانون وجود ندارد و شما حق دارید که اگر ندادن از طریق سود مراجعت کنید و بگیرید این پاسپورت. نه این خیلی قانون چیز نیست. خب یک سوال داد برادرمون که اگر حزب رو بستند، دفترهای حزب رو چی اقدام میکند حزب؟ سوال رو کی داده بود برادر؟ شما داده بودید. ببینید اصلا حزب یعنی چی؟ حزب یک گروه هست، متحد میشوند، دست جمعانه فعالیت میکنند. یک زمانی بود که وجود حزب سیاسی خیلی اهمیت داشت، ولی در شرایط جهانی شوی، در شرایط امروزه دیگر حزب سیاسی اون قدرت و جایگاه را ندارد و مهمترین وسیله برای شرکت در فعالیت سیاسی و جمعیتی هم حساب نمی شود. و حزب سیاسی مقدس نیست. مثلا برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، برای اعضایان حزب ما هم حزب یک چیزی مقدس نیست. مقدس دین هست، خدا هست، قرآن هست. حزب مقدس نیست، حزب وسیله هست. قانون جمهوری تاجیکستان اجازت داد است ما فعالیت میکنیم. اگر در تاجیکستان کنستیتوسیون عوض شود یا قانون حزب‌های سیاسی عوض شود بگویند که دیگر در تاجیکستان حزب ممنوع است. مثلا در بسیاری از کشورها حزب وجود ندارد. به قریبی یکی از معاون وزیر اوقاف کویت آمده بود تاجیکستان گفت که در کشور ما حزب اسلامی نیست، حزب‌ها نیستند. راست میگه، در کشور اونها حزب نیست، یگان حزب عمل نمیکند. اگر در تاجیکستان هم این قانون قبول شود، اولین کسی که طبق قانون رفتار خواهد کرد نهضت اسلامی تاجیکستان است. ما این فکر رو بر وقت گفته بودیم. محمد شریف هم یادآور شدند که در چارچوب یک قانونی بد زندگی کردن بهتر است از حالت بی قانونی زندگی کردن. ما نمیخوایم بیرون از قانون زندگی کنیم. اگر بیاین قانون قبول کنن ما اطاعت خواهیم کرد، ولی اگر نه قانون درباره حزب‌های سیاسی پابرجا باشد، فعالیت حزب‌های سیاسی اجازت باشد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را منع کنند، اگر باز هم دلیل داشته باشند ما اطاعت خواهیم کرد. ولی اگر دلیل نداشته باشند ما تا لحظه آخر از وسیله‌های قانونی برای فعالیت حزبمون دفاع خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد. یعنی بستن یک حزب کاری آسان نیست و ما با آسانی هم با آن راضی نخواهیم شد. من بارها به دوستان گفتم در حکومت اگر واقعا امروز به این نتیجه رسیدند که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر به منفعت‌های دولت و ملت ما نیست، احتمال دارد مثلا در بعض کشورها این یا آن حزب را منع میکنن. مثلا در بسیاری از کشورها حزب کمونیست را منع کردند. بعد از پاشخوری اتحاد شوروی حزب کمونیست را منع کردند، تا امروز ممنوع است.
ملت دولت به خلاصه آمد که فعالیت این حزب بر ضرر کشور است، موافق با منفعت‌های ملی نیست. تصمیم گرفته شد. در تاجیکستان ما به این نتیجه رسیدند که به منفعت ملت و دولت است که هم حزب کمونیست باشد و هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. در کنستیتوسیون هم وارد کردند. صلح کردیم، به همین نتیجه رسیدیم. امروز ما عمل کرده ایستادیم. فردا اگر بگویند که خب دیگر وقتی اون رسیده است که سر این مسئله فکر کنیم، دیگر فعالیت شما به نفع ملت و دولت نیست، با ما این حرف رو بگویند، همچون هموطن، همچون هم ملت، ما میشینیم مصلحت میکنیم، مشورت میکنیم، دلیل بیارن، اثبات کنن. اگر دلیلشون منطقی بود، عقلانی بود، شرعی بود و ما متقاعد شدیم، به این قناعت رسیدیم که همین برادران راست میگن، به ما راه درست رو نشان داده ایستادن که به منفعت دینمون است، به منفعت ملتمون هست، کشورمون هست، به منفعت خودمون هست که دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت نکند، با یگان شکل دیگر فعالیت کند. من باور دارم که ما در نهضت اون عقل و فهمیش و منطق و درایت رو داریم که حقیقت رو قبول کنیم، واقعیت رو قبول کنیم. ما داریم این رو. هر کی با ما با زبان عقل و منطق و قرآن صحبت کرد، قانون صحبت کرد، ما حرف او رو میشنویم. چی لازم است بیاین از این وسیله های غیر منطقی استفاده برند، غیر قانونی استفاده برند؟ هیچ ضرورت ندارد. بیاین بشینن. این برادر گفته است که با ما صحبت نمیکنن. چرا صحبت نمیکنید؟ بیاید صحبت کنید، بشینید، ما را بفهمونید. لازم باشد ما خودمون میریم پیشتون صحبت میکنیم. ولی چون منطق نیست، برای منع کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دلیل نیست، منطق نیست، قانون نیست، بعد میگریزن، با این وسیله ها میخوان فعالیت حزب را ضعیف کنند که انشاءالله به نتیجه نخواهند رسید. و من فکر میکنم که این کارها برای بستن حزب نیست. اصلا عقل این را قبول ندارد، منطق این را قبول ندارد. اون کاری که به حزب صلح و آرامش رو آورد، عذر میخوام، به ملت، به کشور صلح و وحدت و آرامش رو آورد، یعنی فعالیت رسمی حزب نهضت، یگان کس عقلش نمیگیرد که همین عامل صلح رو از بین ببرد، عامل وحدت آفرین رو از بین ببرد. یعنی گفتنیان آشکار میگویند که ما طرفدار صلح نیستیم، دیگر صلح رو نمیخوایم، نهضت رو نمیخوایم، صلح رو نمیخوایم، وحدت رو نمیخوایم. برای همین شما نگران نباشید، کار به این حد نخواهد رسید. ولی اگر بالفرض خدای نکرده چی با دلیل و بدلیل کار به این حد رسید، ما و شما نباید دیگر حزب رو همچون یک پدیده مقدس بدانیم، بگوییم که تمام دیگر همه چی از دست رفت و دیگر باید فعالیت نخواهیم کرد. من بارها با دوستان میگویم که فعالیت ما همچون حزب سیاسی مربوط به چی است؟ به خواهش ما، با اجازت قانون و همین شهادتنامه که وزارت عدلیه داده است 2 صفحه است، زیاد نیست. 2 صفحه ورق است. همون 2 صفحه ورق از ما میگیرن. اون 2 صفحه ورق به ما چی حق میتید؟ در انتخابات ها با نام حزب شرکت کردن، با نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. دیگر هیچ. ما و شما هستیم، زنده ایم که آخر. یا با همون بستن حزب ما و شما هم بسته میشویم. 42,000 اعضا، صدها هزار طرفدار، اینا کجا می روند؟ اینا آب نیستند که بخار شوند. من این آب پیاله من اینجا ریخت، بعد 2 ساعت در این گرمی بخار می شود. نیست دیگر. انسان بخار نمی شود. برای ما مهم شما هستید، انسان ها هستند، ارزش ها هستند. حزب عدالت و ترقیات ترکیه امروز در حکومت است. شما میدونید که در همین 40 سال اخیر دولتداری ترکیه همین حزب 5 مرتبه بسته شده است. اول حزب فضیلت بود، بعد حزب رفاه شد، بعد حزب سعادت شد. حاضر با از اونا شاگردان استاد اربکان حزب عدالت و ترقیات، پرمیر سروزیرش جناب اردوغان حاضر 13 سال شد در حکومت است.
اگر برادران میگفتند که حزب ما را بستند، حزب فضیلت را بستند، ما تمام کار تمام شد، راه افتاده میشدند، هیچ کار از دست نمی اومد. خب حزب فضیلت رو بستید، حزب سعادت میکنیم، سعادت رو بستید، عدالت میکنیم. خب حزب نهضت رو بستند، قانون جمهوری تاجیکستان اجازه داده است که 1000 شهروند جمع میشوند، باز حزب تشکیل میکنند. ما چی دیگر حزب تشکیل کردن نمیتونیم؟ میتونیم حزب تشکیل کردن. باز ممکن که مثال یک تا دو تا تشکیل میکنیم، 3 تا تشکیل میکنیم. یک گروه میگن که خب من دیگر به این شکل کار نمیکنم. در ترکیه همین کارا کردن. یک گروه با همون پلتفرم سابق مون، یک گروه دیگر اومدن حزب جدید تشکیل کردن. ما باید هدف رو مهم بدونیم. هدف رضای خدا هست، سعادت دارین هست. این وسیله ها مهم نیستند. حزب وسیله هست. پگاه اگر حزب را منع کردن جماعت میشیم، جمعیت میشیم، با یک شکل دیگرش رو پیدا میکنیم. ما ندون خواهرها را عصبانیشون نکنید، آرام خوشرومان، یک کمتر میگن داد وای میکنن آرامش. خب من دیگر سوال ها رو به فکرم همش رو جواب دادم و سوال هایی که تا این لحظه بود. اگر یگان گفتنیه، یگان سفارش دیگر نباشد با همین خداحافظی کنیم. نه این خواهران هم بسیار عذاب نتیم، اینا مسئولیت دارن که تا رفتنی ما همینجا باشن. ما بریم خیلی انشاءالله بعد آرام میشن دیگر. همین خیلی نیست؟ خب یک دعا کنیم. اینجا کلانسال کی است؟ از حضرت حضرت داملا یک دعا کنید در حق برادرها خواهرها. آمین. Monenes pedroia, monenes. سالخیم بشیم بچه. برنامه خیلی یکم وردی ندارم یکم نشونده و چند ماه بزنم. برای چی میگن؟ چی دادگیشن اینجا؟ ولی به اوشا میدانی گلانشون نبود نفرینش تایی همین باشم. آخه ما در فرقش چیه کامل باشه؟ دیگه هم مامونان بچه شهر رو دیگه ما ایاتون نکم کرد. نه تایید کد و نکنیم. ایاتون نکم کن نمیکنم کن خیلی نمیکنم کن. نه خرسخواه میبرم کن نمیکنم کن. میگه یه آدم دیگه میاد نه جمعیه سوسی نه خیلی تو نیوره بشب. چی هنی آخه؟ کمایی چیه؟ تو چیه؟ حمیدو حمیدو تو نفرین هم باشه خودم باشه منظور اشتاقی هم باید میکنم ما اکا حیاتون در باخر یادون بیاد دیستم بیاد نه بیجورم بیاد کنه که چیز نکنم
نظر یارم پیون کیست سالای من ای بازار آمدم خرمی رسو شما خطونه ملاقه چی کلی میگوید دختر میگوید دوزخی شمایید دوزخی شمایید که حق رفتار نمیکنید مرا چی هم پیرخان میگم یه وقت خونه مبره نه پیرخان مرا چی هم میگه که ترس بیساله مرا چی روی میکنه مرا اما چه اومدی قاطی مگار زدی گفتی بچه‌م ترمه داری گفتی که کجا اومدم بچه من هیچ ترمه نیست بچه من هیچ جوده ترمه نیست ما بودیم تو فهمیدی بچه من هیچ جوده ترمه نیست من هیچ قرار نشونه تمام بودن نیست یک تا 5 گنم در گردش در من جوده پیون خدا دارم تو بگم شما این پیون علی شما میخرین عرق بانگن شما دارم چه ملوه میزنن بر خدر ملوه نالت همه چونکه همه جزیدی با رسواگی فسادی های مختصی ملوه ولی این همه پیرخر بچه‌مون را خوب کشتن ایدست خدا ای گوش کن نه خدا شما را بخشش شده خداوند مرد سخیه خداوند مرد سخیه ما را میبخشه شما نه برای که شما تهمتی روی راست میکنه که تو پیانی ای بر پدرتون هزار برد آواز یا پیرخر ما برای چی دادم یک تخم ایوده با من خوب بود که میشتو میخوردم که یک شما را یک ملای بچه مرده دانتال بتا یک کن چی؟ آنی شومی خود نخریدم شومی خود نخریدم دهانی ملوه را کلفا بودن ای خدا شما را یه باره او بال میتا که میگیم که آدمی